سلام دوستان عزیز. من فکر میکنم که باید حالا که یک کم از اون شدت و حدت اعتراضات در ایران کاسته شده، باید بشینیم نقدش بکنیم، ببینیم که چه نتیجه‌ای گرفتیم، چه توانایی هایی داشته جامعه، چه چیزهایی رو به دست آورد و چه چیزهایی رو از دست داد و چه چیزهایی لازم هست برای اینکه تکرار یک حادثه پی در پی با فاصله های مثلا چند ساله و تکرار همون تجربه و رسیدن به همان تجربه ثابت میکنه که ما هیچ وقت ننشستیم و به نقد مسئله نپرداختیم. برای همین هم نتیجه‌ای که میگیریم همیشه ثابت هست و تغییری درش ایجاد نمیشه. به نظر میاد که ما خیلی کوتاهی کردیم. راستش بخواید روشنفکران خارج از کشور به خصوص در این مورد خیلی کوتاهی کردن، برای اینکه الان نزدیک 20 و چند ساله که هی چنین حادثه هایی تکرار میشه، مردم میان خیابون، ضرر جانی و مالی دریافت میکنن، جامعه خسارت میبینه، بعد هیچ به هیچ. نهایتش یه شعارهایی هم میدیم، آره ملت تجربه کسب کرد و نمیدونم جسارت داشت و اینها، یا نمیدونم ترسش فرو ریخت. از اون طرف هم نیروهای سرکوب تجربه یافتند و سلاحاشون رو، تاکتیکاشون رو، استراتژی‌هاشون و امکاناتشون رو تجدید کردن و بهتر کردن و برای سرکوب آماده‌تر شدن، نیروهای بیشتر استخدام کردن، پول بیشتر دریافت کردن، برای غارت مردم انسجام بیشتری گرفتن، سازماندهیشون هم بیشتر شده. که چی؟ چقدر روشنفکران ایرانی میخواهند این جامعه رو پیش ببرند یا نبرند؟ راستش این سوال اساسی رو باید پرسید. آیا روشنفکر ایرانی رهبری جامعه رو در دست داره یا روشنفکر ایرانی پسرو جامعه هست؟ واقعیتی که الان میبینیم اینه که جامعه روشنفکر ایران پسرو هست، پیشرو نیست. یعنی جامعه حرکت میکنه، روشنفکر ایرانی تازه متوجه میشه که یه حرکتی که پیش بینی نکرده بود، در فکرش هم نبود، اتفاق داره میفته. تازه تا میخواد به خودش به جنبه، حرکت تموم میشه. اون وقت میاد فقط میشه نقد میکنه، تعریف میکنه، نقدم نمیکنه، تعریف میکنه، مسئولیتی به عهده نمیگیره. نمیگه که من روشنفکر چرا اینقدر از جامعه عقب موندم، چرا بدنه جامعه بسیار پیشتازتر از روشنفکر جامعه هست. این یه عیبی داره جامعه. این جامعه و روشنفکری درک درستی از خودش نداره. معلومه که روشنفکر ایرانی در پی منافع مادی کوتاه مدتی هست که جامعه ازش جلوتر میزنه، یا روشنفکر ایرانی وابسته هست. حالا یا وابسته به حکومت ایرانه یا وابسته به یه جای دیگریه، یا ایدئولوژی و نگرش ایرانی بسته هست. یعنی در آسیاب‌های قدیم حیوانات رو یه چشم‌بند بهش می‌زدن و می‌بستن به سنگ آسیاب که این رو بچرخونه، صبح تا شب دور خودش میچرخید و فکر میکرد که داره مستقیم میره. روشنفکر ایرانی هم چشم بسته هست، به روز نیست، آپدیت نیست، جامعهش رو نمیشناسه، با تغییرات جامعه بیگانه هست، نمیدونه چی کار بکنه. جامعه میاد از همین جامعه‌ای که روشنفکر میکنه ایستا هست و بی حرکت هست و اینا، یهو میاد از روشنفکر میگذره میره و روشنفکر عقب میمونه، تازه میفته دنبالش که به جامعه برسه.
تا به جامعه برسه جامعه دوباره فروکش کرده و روشنفکر دوباره عقب‌تره، میمونه تا دوباره یه جامعه حرکت بکنه. واقعیتش اینه که روشنفکر ایرانی نشخوارگر پسمانده‌های پسنداخته اخبار روزی که 90% دولت میسازه، تا روشنفکر ایرانی رو به نشخوار کردن مشغول نگه داره. روشنفکر ایرانی فکر نمیسازه، راه جدیدی نمیسازه، راه نجاتی نداره. مثلا تو همین قضیه ببینیم ملت اومدن، الان برگردیم سر این قضیه برای اینکه این مهمه، خیلی کوتاه هم میخوام صحبت بکنم. اگر به این چند روز اخیر نگاه بکنیم میبینیم که ملت، اقشار، حالا اینجا دیگه میشه از قشر، از طبقات اجتماعی گفت، یک قشری میاد خواستار بازگشت دیکتاتوری سلطنت و پهلوی هست، یه قشری همشون هم میدونن دنبال چیه، نه همه اقشار میدونن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان، ولایت فقیه رو نمیخوان، دیکتاتوری رو نمیخوان، دروغ و فساد و اقتصاد چپاولی رو، سرمایه‌داری درندشت باز چپاولی رو نمیخوان. اما چی میخوان؟ اینجاست که به شعارها نگاه میکنیم. روشنفکر ایرانی به اینها چی داده؟ هیچی نداده ظاهرا، چون نداشته که بده، اگه داشته که میداده. مردم اومدن 100 دسته هستن، تو 60-70 شهر اعتراض صورت گرفته، در هر شهری هم 60-70 تا دسته میاد بیرون. یه تضاد عجیب هست. یکی خواستار رضا پهلوی هست، یکی خواستار مجاهده، یکی خواستار آمریکاست، یکی خواستار نمیدونم رفراندومه، یکی خواستار فلانه، یکی خواستار بهمانه. این نشون میده که روشنفکر ایرانی و جامعه ایرانی نمیدونه چی میخواد. واقعیت اینه که نمیدونه چی میخواد. خودمون گول نزنیم بگیم آقا آره این شعار اینو گفت و اون شعار رو میگفت. وقتی وحدت شعار نیست، خواستنش هم دقیق نیست و متضاده، ضد هم خواسته هایی دارن که این یکی با اون جور در نمیاد، در نتیجه همدیگر رو نفی میکنن، یک کشمکشی میان خواسته هست، خود به خود همدیگر رو خنثی میکنن. این در اینجا جاذبه بین گروه ها نیست که بیشتر افراد رو از خارج ساکتن یا تماشاچیان یا منتظرن ببینن چی میشه اینها رو جذب کنه، اینها رو دفع میکنه. حرکت هایی که انجام میگیره بیشتر دافعه داشته، یعنی ملت رو از خودش دور میکرده. چرا آذربایجان نخواست، برپا نخواست؟ چرا کردستان برپا نخواست؟ چرا بلوچستان برپا نخواست؟ چرا جاهای دیگر ترکمن صحرا برپا نخواست؟ چرا قشقایی ها بلند نشدن، اعتراض نکردن؟ برای اینکه اون وحدت شعار، وحدت خاص نبود، تضاد و بسیار ضد و نقیض بود. این تناقض ها گفتش که آقا این آینده خونینیه، آینده نامحترم، حقوق هیچ کس رو تضمین نمیکنه، اینجا بلبشو هست. اینجا نشون داد که چی؟ یک وحدت رویه، وحدت فکر، وحدت خاص وجود نداره. این از این. دومین چیزی که به نظرم اومد اینه که اهداف هم متفاوت بود، شعارها متفاوت بود، اینکه به کجا میخواهیم برسیم هم متفاوت بود، هدفها هم متفاوت بود. یکی جمهوری میخواست، یکی سلطنت میخواست، یکی حقوق بشر میخواست، یکی ضد حقوق بشری بود، یکی نجات پرستی بود، یکی فلان بود.
اینها هم نشون میده که یک ناهماهنگی بسیار، اصلا حرکت بی سر و پیکری بوده، نیندیشیده‌ای بوده. روشنفکر ایرانی نمیدونسته اصلا چه داره در جامعه میگذره، براش هیچ برنامه‌ای نداشت. سومین چیزی که به نظر من میاد این بود که ملاها قبل از انقلاب 57 یا اون حرکت 57 یک سازمانی داشتن، میتونستن در هر محله‌ای، در هر شهری و روستایی به سازماندهی نیروهای خودشون، طرفداران خودشون بپردازن، یا حتی سازمانهای سیاسی. ولی الان این حرکت نشون داد که هیچ سازمانی در داخل نمیتونه رهبری حداقل 20% جامعه رو داشته باشه. نداره. هیچ تشکل و سازماندهی وجود نداره. به مردم ایران نگفتیم که ما تاریخ یک قرن اخیرمون از کجاها گذشته، مسیرمون چه بوده، آیا ما میخوایم برگردیم به عقب مثل سلطنت طلبها که برگشتن به رضاخان و رضاخان میخواستن دیکتاتوری مطلق که همه روزنامه ها رو ببنده، روزنامه نگاران و روشنفکران رو قتل عام بکنه و بگه مجلس، نمایندگان مجلس طویله هستند و اسب و قاطرن، الاغن. به اونجا برگردیم یا نه باید این مسیر رو بریم جلوتر چون بشریت رفته جلو؟ فرق کرده، چیزهای جدیدی اومده، حقوق بشری هست، دموکراسی هست، آزادی هایی هست، چیزایی هستش که باید اینها رو بهش میداده. چون سازماندهی نبوده و چون اصلا به این فکرم روشنفکر ایرانی نیست که آقا جامعه باید به کدوم سمت بره، به نظرم میاد که این تشکل و سازماندهی هم صورت نگرفته و این ساختن اهداف روشن و قابل دستیابی برای مردم که فکر بکنن زندگیشون رو متحول خواهد کرد و بهتر از امروز و دیروز و رضا پالانی خواهد شد بهشون نمیده. در نتیجه میان خیابون، هر کسی یه شعاری میده و از اینجا فقط تفرق میاد بیرون و دولت هم متوجه میشه که اصلا لازم نیست سرکوب بکنه، خودش میاد مثل کف روی آب جوشه، سپاپشو برداریم بذاریم اونجا، یه چند شعار بدن، یکم بسوزونن، یکم تخریب بکنن، میرن خونه هاشون. چون هیچ ایدئالی برای آینده ندارن. وقتی ملتی ایدئالی برای آینده، هدفی برای آینده نداره، چیکار میخواد بکنه؟ چهارم این که هیچ سازمانی مسئولیتی نداشت. یعنی ببینید مثلا یک تشکلی هست به نام سازمان‌های ایران فدرال آینده، کنگره ملت‌های فدرال آینده ایران. در اینجا کردها هستن، ترک‌ها هستن، عرب‌ها هستن، بلوچ‌ها هستن، ترکمن‌ها هستن، بقیه هم هستن، اما فارسا نیستن. یعنی اونها از اصلا این هدف رو نمیخوان، آقا ایران آینده حداقل به طرف فدرالیسم بره. و این سازمان خودش هم هیچ برنامه‌ای برای یه چنین موقعیتی نداشت. سازمان‌های دیگری هم نداریم که بیاد بگه آقا ما یک کنگره هستیم، یک مجلس هستیم، یک دولت در تبعید هستیم، یک مجلس در تبعید هستیم، یک تشکیلات و یا جبهه فلان همه‌گیر هستیم با این هدف‌های روشن و حداقل هدف‌ها برای سرنگونی و بعد از سرنگونی. یه چنین سازمان، منظورم حزب سیاسی نیست از سازمان، منظورم مثلا هندوستان در دوره‌ای که می‌خواست گاندی اونجا بود کنگره داشت، کنگره ملی. این کنگره ملی از صدها حزب و جمعیت و اینا تشکیل شده بود، یک حزب خاص مال حزب گاندی نبود. ولی ما این رو هم در اینجا نمی‌بینیم، یعنی یک سازمان مسئولی هم در اینجا نیست. پنجم اینه که مردم
میدونن که تقریبا میدونن چی نمیخوان، تقریبا میدونن که الان چه چیزی هست که اینها نمیخوان. جمهوری اسلامی رو نمیخوان، خامنه ای رو نمیخوان، روحانی رو نمیخوان، عرض به حضورتون اصلاح طلبا رو نمیخوان، محافظه کاران رو نمیخوان، سپاه رو نمیخوان، بسیج رو نمیخوان، اما فلان رو نمیخوان، این اقتصاد رو نمیخوان، این سیستم بانکداری پولی رو نمیخوان، این روابط حقوقی رو نمیخوان، این خیلی چیزا رو میدونن که نمیخوان. اما واقعا میدونن چی میخوان؟ روشنفکر ایرانی اصلا میدونه چی میخواد که ساخته باشه، این رو در جامعه پرورش داده باشه، تبدیلش کرده باشه به خواست عمومی که امروز بگن آقا خب چی هست؟ مردم میان خیابون شعار میدن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر حسن روحانی، مرگ بر پاسدار، مرگ بر ملا، مرگ بر اقتصاد، مرگ بر گرانی، مرگ بر تخم مرغ، هر چی رو میاد جلوشون مرگ میگن. یعنی همون شعارهایی میدن که خمینی با مرگ شروع کرد و اینها با مرگ ادامه میدن. از دل این مرگ هیچ گلزاری به وجود نمیاد، هیچ بهشتی ساخته نمیشه، هیچ زنده‌ای تولید نمیشه. از دل این مرگ تنها اعدام و زندان میاد بیرون. حالا این مردمی که اومدن دارن هی مرگ 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 میکنن و میرن جلو و دستگیر میشن و زندانی میشن و زخمی میشن و کشته میشن، از دل اینها چی میبینن؟ در برای براندازی و شکست احتمالی، هیچ کس احتمال نمیده که بتونه جمهوری اسلامی رو شکست بده. الان در اونجا اعتراض داره میکنه، میخواد عقده‌شو خالی بکنه، چون خواسته ای برای نمیدونه بعد از جمهوری اسلامی چی بخواد. جمهوری بخواد، سلطنت بخواد، دیکتاتوری بخواد، فدرالیسم بخواد، مرکز سنترالیسم بخواد، حقوق بشر بخواد ضد حقوق بشری باشه، دموکراسی بخواد ضد دموکراسی باشه، حقوق اقلیت ها رو حرف بزنه، حقوق از ملت ها حرف بزنه، کسی رو ملت بودن حرف بزنه، هیچ کدوم رو نمیدونه. در نتیجه آینده اونوره، اونجایی که گلوله شلیک میشه و روشن میشه، اونوره اون مرز گلوله‌ای که از تفنگ لوله میاد براش روشن نیست. اگر از اون مرز بگذره روشن نیست که آینده تاریک اونور چی هست، چه چیزی در انتظارشه. چون روشنفکر ایرانی راهی جلوی پای جامعه اصلا راهی خودش نداره که جلوی پای جامعه بذاره. یکی از اونها اینه که شعارهای فراگیر نیست، شعارهایی نیستش که حداقل 50%، 70%، 90% ملت رو پوشش بده. ملت وقتی این شعارها رو میشنون میگن اوکی، حرف دل ما هم هست، ما هم این رو میخواهیم، این حقوق ما هم هست. برای همین میبینید بخشی از تهران که اصلا نمیاد بیرون، از 15 حدود 20 چند میلیون در کرج و تهران، یعنی دو استان البرز و تهران، یه 2000 3000 نفری اگه بیان بیرون عددی مثل صفره. وقتی آذربایجان نمیاد بیرون یعنی که یه مشکلی داره. تهران یه مشکلی داره. تهران اگه نمیاد بیرون میگه آقا من چند سال هی میام بیرون، کشته میدم، زخمی میدم، دستگیر میشم، میرم زندان، محاکمه میشم، سالهای طولانی در زندان میمونم و در زندان منو خودکشی میکنندم، منو در زندان تجاوز میکنندم. که چی؟ چرا تکرار یه چیزی که قبلا تجربه کردم نتیجه نگرفتم دوباره همون رو، همین مسیر رو با همین شکل بدون اینکه یک فاکتوری رو درش تغییر داده باشم چرا باید برم؟ چون میدونم که به همین نتیجه میرسم. آذربایجان هم همین حرفو میزنه، سیستان و بلوچستان هم همین حرفو میزنه، کردستان هم همین حرفو میزنه، قشقایی هم همین حرفو میزنه، گیلان و مازندرانش هم همین حرفو میزنه، خراسانش هم حالا اولش چند هزار نفری اومدن بیرون دیگه تقریبا میشه گفت خاموش شد و
ترکمنستان جنوبیش هم همین حرف رو میزنه. یعنی چی؟ یعنی که شعارهایی نبوده که حقوق و خواستهای اکثریت جامعه رو پوشش بده و اونها رو به این ایمان برسونه که آقا جان ما یک نقاط مشترکی داریم که میتونیم بر اساس اون نقاط مشترک که منافع مشترک هست جلو بریم. حداقل براندازی که نقاط مشترک بود، ولی در اونجا هم نداشتیم. برای اینکه روشنفکر ایرانی یا وابسته به داخل ایران حکومت، از اونجا تغذیه میشه، یا وابسته به دولت آمریکاست، در رادیوها و تشکیلاتش و اینا مختلف کار میکنه و از اونجا تغذیه میشه، یا وابسته به کشورهای دیگه است. من نمیگم جاسوسن ها، اینو نمیگم، ولی وابسته حقوق بگیر اونجا، یعنی کار میکنن که زندگی بکنن دیگه. اینجوری بگم. هفتمین چیزی که به نظر من میاد باید بهش دقت بکنیم، در این شعارها اگر میخواستیم که آذربایجانی ها، ترک ها، قشقایی ها، ترکمن ها، بلوچ ها، عرض به حضورتون گیلانی ها، مازندرانی ها، کرد ها بیان خیابون و فارس ها بیان خیابون، باید شعارهای همهگیرمون شامل حقوق بشر، شامل تساوی ملل، تساوی ملل باشه. حداقل تساوی حقوقی، اقتصادی، سیاسی، یعنی تساوی در همه زمینه‌ها باشه. نبود، نیست. وقتی که در همون بحبوح پانیرانیستا میان، چند تا حزب پانیرانیست، حالا یکیش اسمش از پانیرانیست، بقیه اسمشون نمیدونم ملی هست و از این حرفا، ملی مذهبی ها و اصلاح طلب و نمیدونم هر چی که حالا پناهندش و غیر پناهندش رو بذاری کنار هم، وقتی که میاد میگه آقا دموکراسی نباید حرف زده بشه، وقتی که میاد بگه نباید حقوق بشر حرف زده بشه چون ایران تجزیه میشه، دموکراسی حرف زده بشه ایران تجزیه بشه، اگه بگیم ایران کثیر المله هست، خود این که کثیر المله بپذیریم ایران تجزیه میشه، اگه بگیم ایران فدرالیست میشه تجزیه میشه، ایران نباید بذاریم. یعنی هر کی وقتی که حالا یک ویدیو جدیدی هست، من یکی دو روز دیگه در گوناز تیوی نشون میدم، البته این در من فیسبوک هم فکر کنم یکی از چند تا پست جدیدی دارم داخلش هست، البته 3 روز پیشم این رو گذاشته بودم. یکی اومده میگه آقا سپاه پاسداران روح آریایی هست. و حق داره بیاد خیابون، هر کی میاد خیابون اینها رو قتل عام بکنه. و ظاهرا هم یکی از اون پانیرانیستای حفلوله. و آخر این که من خیلی کوتاه بگم، چرا بسیاری از ملل و خصوصا بخشی از بدنه فارس از این شعارها حمایت نکردن. این رو باید بررسی بکنیم. و اینکه آیا واقعا اگر سپاه پاسداران یا طرفداران سپاه یا طرفداران خامنه‌ای یا طرفداران حالا اصلاح طلبان، چون الان دیگه یواش یواش مشخصه که اول جریان میخواستن تحت فشار قرار بدن روحانی استعفا بده، حالا به نظر میاد که میخوان خامنه‌ای رو تحت فشار قرار بدن که اون رو بردارن از طریق شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام و هر چی که هست، یه جوری اونو بردارن. یعنی الان یه چنین بالانسی در این دعوا دیده میشه. آیا اگر دعوا از طرف حکومت شد
شروع شد و براش هم میدان باز کرد، آیا روشنفکر ایرانی استراتژی و تاکتیکی داشت که بتونه این حرکت و جریان رو از دست هر کسی که اون رو آغاز کرده بود بیاره بیرون و علیه کل سیستم استفاده بکنه؟ چون اون فرصت ها که فرصت های چیزی نیست، کمی نیست. چند 10 میلیارد دلار باید خرجش بکنی تا بتونی یک چنین فضایی رو بسازی. چند 10 میلیارد دلار. حالا یه فضایی ساخته میشه توسط حاکمیت، زمینه هم فراهمه، این همه زمینه مساعد برای گسترش بحران، برای به هم ریختن حاکمیت، برای سرنگونی در داخل، اما عدم موفقیت. صفر. دستاورد چی بوده؟ صفر. من نمیخوام تزریق یأس بکنم، ولی واقعیت اینه که هر سرکوبی ترس به همراه داره. وقتی ترس میره تو دل جامعه نهادینه میشه، یک نسل نمیتونه حرکت بکنه. ببینید به طور میانگین هر 30-40 سال یه حرکتی میتونه انجام بگیره. برای اینکه وقتی یه حرکتی انجام میگیره، یه حرکت جدی، اونهایی که در اون حرکت مثلا حرکت شیخ محمد خیابانی خیلی خونین بود، اما خیلی طول کشید تا 25 سال حدوداً طول کشید تا برسه به حرکت سید جعفر پیشوری در تبریز. دوباره اونجا یه قتل عامی صورت گرفت، ترس درونی شد. اون نسلی که اون انقلاب رو در دوره شیخ محمد کرده بود دیگه نبود در انقلاب جعفر پیشوری. نسل جدیدی که بعدش متولد شده بود 25 ساله و تجربه اون خشونت رو نداشت، نهادینه درش نشده بود، ترس اومد بیابون و انقلاب استقلال خواهی و دموکراتیک رو برپا کرد. و دوباره وقتی سرکوب شد، اون نسلی که سرکوب شد همون 25-30 ساله ها، ترس درشون درونی شد تا دوباره رسیدن به انقلاب 57. دوباره نسل جدید که در این مدت بین سال 25 تا 57 متولد شده بودن و ترس درونیش نشده بود، انقلاب کردن. دوباره همون نسلی که به اعدام ها و جنگ و اینا خورد، دوباره ترس درونی شد، رفت تا الان که میخواد یه چیزی بشه. این نیست که ما بیایم اینجا بگیم نه مردم اومدن زورآزمایی کردن و حالا نقاط قوت ضعف خودشون رو میدونن، میتونن چیز بکنن. حالا نقاط قوت رو شمردم. شعار نداریم، رهبری نداریم. رهبری منظورم یک فرد نیست. حالا هر وقت من از رهبری صحبت میکنم دوستان ایران آقا ما نمیخوایم به دیکتاتوری بریم، یک رهبر میشه دیکتاتور. خب شورای رهبری، یه مجلس، یک فرماندهی، یک شورای گذار، یک شورای انقلاب، یک چیزی بالاخره یه جمعی باشه که بگه آقا تصمیم اینه و این جمع بگه که آقا حداقل خواستای ما اینه، اینم شعارهامونه، اینم اهدافونه ملت، اگه این رو خواستید، اگه رفتید خیابون، ما اینها رو میخوایم. من بسیار ممنونم که گوش کردید دوستان. اگر من فقط یه نگاهی بکنم ببینم چیزی نوشتید که من بتونم جواب بدم، یا اینکه دوستان سلام برای همه عرض کردم. اول دوستان یکی یکی سلام میکنن، خیلی متشکرم. کاوه نوشته اعتراضات در ایران هیچ جایی را برای تجزیه طلبها و فاشیست‌های قومگرا قائل نیست. از اردبیل و زنجان و ارومیه تا اهواز و بوشهر و مسجد سلیمان و کرمان مردم فریاد میزند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. دوست من این برعکسش هم هست. در تبریز زنگ میگه نه غزه نه لبنان، که این دیگه اصلا موضوعیت نداره، چون غزه اصلا دیگه از موضوعیت خارج شده. نه سوریه نه لبنان، جان سنه فدا در آذربایجان، یعنی جانم فدای تو آذربایجان. خب این پس دروغ شما اینجا مشخصه. با ببینید با
این که ما بیایم پهلوی ها رو انکار بکنیم در اینجا، یا بیایم مجاهد ها رو انکار بکنیم، یا بیایم سکوترا ها رو یا شعارها رو انکار بکنیم، فقط دعوا بین خودمون بیشتر میشه. ما اگه بخوام بین خودمون دعوا بکنیم که اوکی بیاید آقا بگیم شما باید بپذیری که آذربایجانی ترک ها، کرد ها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها، قشقایی ها، گیلکی ها، مازنی ها و ملل دیگری که در اونجا هستند و همچنین ادیان دیگری که به غیر از شیعه در ایران هستند و غیر دینی ها، شیطان پرستا و یا حقوق برابر 100% برابر و مساوی دارن و این حق باید بپذیری که انسانیت و اراده و خواست و حقوق انسان مهمتر از خواست شما برای حفظ جغرافی است. اینو باید بپذیری. وقتی اینو بپذیری به خواست من، به خواست ترک، عرب و بلوچ و ترکمن هم احترام میذاری، در نتیجه ممکنه یه تفاهم برسی. ولی اگر تو بخوای منو متهم بکنی که اتهام نیست، افتخاره، تو وقتی به من میگی آقا تزیه طلب، یعنی که من میخوام از تو مستقل بشم، این که چیز نیست، این که اتهام نیست، این افتخاره، من میخوام مستقل بشم، این اتهام نیست، این بد نیست، خیلی هم خوبه، برای اینکه حداقل من راهم رو جدا کردم، میدونم چی میخوام، آینده‌ام رو مشخص کردم. ولی وقتی با تو نمیدونم با تو باید چیکار بکنم. در نتیجه همین اهوازی رو که شما اینجا اشاره کردید، همین مسجد سلیمان و ایزه و فلانی رو که شما اشاره نکردید، الان نزدیک 2 ماهی که ساکت نیست و میدیاهای شما، روشنفکران شماها هیچ کدوم نمیگید چرا اون عرب ساکت نشده، چرا خراسان و تهران و شیراز و اصفهان و اینور و اونور ساکت شدند. ولی اهواز دیروز رفته کلانتری هاوشو خلع اصطلاح کرده. چرا نمیتونید بپرسید؟ چرا نمیخواید بگی که اون چی میخواد؟ اون عرب گرسنه، بیکار، فقیر، بدبختی که نفت ایران رو از زیر پاش در میارن و اجازه نمیدن در حیاتش 2 تا آجر رو هم بذاره، کبریت بزنه، از اون گازی که از اونجا میاد بیرون اونو روشن بکنه، ظرفشو بذاره، غذاشو بپزه، و اگر این کارو بکنه اعدام میشه. چرا این آدم فقیر اونجا الان 2 ماه داره زندانی میده؟ من دیشب آمارشون میخوام، بیش از 1000 نفر در عربستان دستگیر شدن، در زندان ها هستن. نمیتونید با انکار برید جلو. روشنفکر اتفاقا باید ببینه. کسی که انکار میکنه نمیبینه، تعصب داره. روشنفکر ببینید، بین پاپولیسم یعنی عامه‌گرایی، عوامگرایی، و بین روشنفکری فرق هست. روشنفکری که عقب مونده تر از مردم عادی کوچه و بازاره، در پی اونها میدوه که تا به اونها برسه و نمیتونه برسه، برای که مردم جلوتر از اون هستن. و بین روشنفکری که میخواد مردم رو همراه خودش بکنه، نمیخواد چیزی به اونها بده، میخواد چیزهایی بزنه که مردم خوششون بیاد، میخواد حرفهایی بزنه که مردم خوششون بیاد. این عوامگراییه. روشنفکر باید 10 قدم، 10 سال جلوتر از مردم عادی باشه، راه رو نشون بده که مردم بعداً بتونن بگن آقا ممکنه به اونجا برسیم، امکان پذیره به اونجا برسیم. وقتی روشنفکر ایرانی آرمان نداره، ایدئال نداره، آینده نداره، جامعه چیکار باید بکنه؟ شما آیندهتون چی هست؟ به ملت چی میخواید بدید؟ برعکس شما آقای عبدالله سواری نوشتن که الاهواز مستقل میشه انشالله. برای چی؟ برای اینکه الان 2 ماه اونجا داره جنگ خونریزیه. شما سرتو بکن زیر خاک، فکر کن که در عرب ها چیزی نمیخوان. عرب ها برای گرانی نیومدن بیرون. من دیروز هم گفتم عرب ها اگر امروز همه چاه‌های عربستان، اقلیم الاهواز، آتیش بزنن، نفت و گازشون از بین ببرن،
فقط استقلال بگیرن، این که زندانی نمیشن، این که میتونن بگن من عربم، این که میتونه بگه من حکومت خودم رو دارم، این که میتونه بگه آقا من دیگه اعدام نمیشم به خاطر اینکه عربم، زندانی نمیشم به خاطر اینکه عربم، این خودش هزینه استقلال. خوبه براش هزینه بده تا اون استقلال رو به دست بیاره. اگر در همین فقر بمونه، بلوچستان هم همینطور، آذربایجان هم همینطور، کردستان هم همینطور، ترکمن هم همینطور، قشقایی هم همینطور، گیلان و مازندران هم همینطور. حالا گیلان و مازندران یه مقدار لااقل از نظر اقتصادی و آب و توریسم بهتر هست. ببینید آقای سواری یا سواری، فکر می‌کنم باید سواری باشه، آقای سواری گفتن تظاهرات ملت‌های تحت ستم بوده. واقعیت اینه بخشی از ملت‌های تحت ستم بنا به دلایل جغرافیایی خودشون اومدن. ببینید الان چیزی که وجود داره، من هی می‌خواستم بیش از نیم ساعت نباشه، الان 7 دقیقه هم بیش از نیم ساعت شد دیگه، پس خیلی کوتاه برم اینجا رو. ببینید الان میدیایی که در آمریکا و اروپا و با توجه با بودجه کشورهای غیر ایرانی اداره میشه که باید بی‌طرف باشن، حداقل بگن آقا در اونجا چی میگذره، یا طرفدار باشن بگن آقا عرب‌ها حق و حقوقی دارن، ما باید طرفداری بکنیم از حق و حقوق اینها، چون حق میخوان، حقوق میخوان، حقوق بشر میخوان، دموکراسی میخوان، آزادی میخوان، استقلال میخوان. استقلال خیلی مهمه. اینکه یک ملتی بیاد استقلال بخواد بالاترین حقوق ممکنه، قابل تصوره، چون بقیه حقوق شهروندی، حقوق دموکراتیک و حقوق بشر زاییده و فرزند استقلاله. هر ملتی که استقلال نداشته باشه نه حقوق داره، نه دموکراسی داره، نه آزادی داره، نه دموکراتیک میتونه بشه، نه میتونه پارلمان خودش رو داشته باشه، نمیتونه حقوق بشر داشته باشه. وقتی میتونید از حقوق بشر، دموکراسی، پارلمان، آزادی و حرف بزنید که استقلالتون رو به دست بیارید. عرب ها زنده باد، عرب ها به هر دلیلی ها. وقتی میدیایی که ایرانی ها درش کار میکنن، سازمان های حقوق بشری که ایرانی ها درش کار میکنن و پول این خارجی ها رو، کشورهای خارجی رو میگیرن، نمیاد از عرب ها حمایت بکنه، تنها چند تا رادیو تلویزیون عربی هستش که از اینها حمایت میکنن. در نتیجه یک مقدار زنده هست اون حرکت. هنوز حرکت در الاهواز زنده هست. زنده باد ملت غیور و شریف عرب الاهواز و امیدوارم استقلالشون رو به دست بگیرن. استقلال شما، رهایی شما باعث شعله‌ور شدن آتش استقلال خواهی در سینه هر ترک، هر بلوچ، هر ترکمن، هر قشقایی و هر ملت دیگری خواهد بود که فکر میکنه تحت استعمار هست، آزادی و حقوق بشرش و شهری و حقوق شهروندیش و دموکراسیش و اینا از دستش رفته. بازم ایشون نوشتن که مهمترین دستاورد اعتراض فروریختن بت بود. اینو سالهای قبلا مرگ بر خامنه‌ای گفته شده. این رو یه مقدار سخته در موردش حرف بزنیم. آقای سفری گفتن که روشنفکر ایرانی زیر ذره‌بین دیکتاتورها قرار گرفته. آقا روشنفکر ایرانی تو مغزش فکر میکنه، مغزشو که ندادن دست دیکتاتور. که روشنفکر ایرانی اگر مغزشو داده، علتش اینه که درآمدش از اونجاست، چون درآمدش وابسته است فکرش هم وابسته میشه. اصلا روشنفکر باید مستقل از دولت باشه، مستقل از سیستم باشه تا بتونه مستقل فکر بکنه، چون درآمد شما هر جا باشه فکرتون رو سازماندهی میکنه اون منبع درآمد. روشنفکر ایرانی زیر ذره‌بین دیکتاتور قرار گرفته و راه‌های ارتباط او با ملتش و همفکرانش سد شده است. این یه دروغه. الان شبکه‌های اجتماعی وجود داره که بعضی از رادیو تلویزیون ها 10,000 20,000 فالوور دارن. بعضی از شبکه‌های اجتماعی یک افرادی اونجا دارن یه سخنانی برای سرگرمی میگن، بیش از 500,000 نفر در ایران
چیز داره. پس میتونید پیام رو برسونید. الان پیام از هر طریقی میشه رسید. یعنی ببینید الان هر کسی بگه آقا میدیا ندارم دستم نمیتونم حرف بزنم، باید تلویزیون دستم باشه، روزنامه دستم باشه. همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، نه تلویزیون هست، نه روزنامه هست، نه رادیو هست، نه دولت، از هیچ جام اجازه نگرفتم. هر کسی بخواد میشینه گوش میکنه، هر کسی نخواد نمیتونه. هر کسی هم فردا بخواد میاد دوباره میبینه، هر کسی هم نخواست نمیاد. پس این هم نیست. روشنفکر ایرانی چیزی برای دادن به مردم نداره که گوش بکنن. باید یه چیزی داشته باشی به این مردم بدی. چرا مردم به جوش گوش میکنن اما به من و شما گوش نمیکنن؟ برای اینکه ما چیزی نداریم. اون لاغت شاد میکنه مردم رو. شما من چی داریم بدیم؟ البته یه تحقیق دیروز خود ایران منتشر شد، روزنامه یکی از روزنامه‌های ایرانی فکر کنم قانون بود کدوم بود منتشر کرد، گفتش که من الان میتونم اینو ببینم، اگه یه لحظه اجازه بدید من این رو پیداش میکنم براتون. این نمودار رو نمیتونم نشون بدم چون بلد نیستم، باید یکی بهم یاد بده که چجوری من بتونم در حالی که الان برنامه زنده اجرا میکنم اینجا دارم باهاتون سلام علیک میکنم بتونم این مثلا تصاویر رو هم نشون بدم. کاش یکی از دوستان کمکم بکنه من این رو یاد بگیرم و ازش استفاده بکنم. این البته یه برنامه‌ای هست میدونم که میتونید اسکرینتون رو نشون بدید، ولی کاش یکی بهم نشون بده. به هر حال دیروز خبرگزاری شبستان که میدونید ما وابسته به روحانیت ملاهاست، دیروز یه تحقیقی رو در روزنامه ایران، نه بیشتر موضوعات مطالعه شده در روزنامه ها در ایران به ترتیب عبارت از چی هستن. خبرگزاری شبستان یه چیز رو منتشر کرده، گفته که 14% مردم سیاسی میخونن. خب 13% مطالعات مردم در روزنامه ها موضوعات اقتصادیه، 13% دوباره موضوعات حوادث هست، 12% اجتماعی، مسائل اجتماعی رو، مقالات و اینها رو مطالعه میکنن، 10% ورزش رو مطالعه میکنن. نگاه کنید خود ورزش هم در مطبوعات افت کرده. 8% مردم هم بهداشت مطالعه میکنن. دیگه ادبیات و اینا میشه گفت گذاشتی کنار رفته، ولی سیاست هنوز طرفدار داره. ولی ما چی داریم بدیم؟ یعنی باید یه چیزی داشته باشه چندتاش بده، باهاش ارتباط برقرار بکنه. اگر واقعا روشنفکر، ببینید مثلا آقای زیباکرام دیروز حرف زده، منم ویدیوشو مشخص کردم چند روز پیش، حالا یه زمانی حرف زده، گفته که آقا اطلاعات یا جمهوری اسلامی به من بگه خفه شو خفه میشم، بگن فلان دانشگاه نرو نمیرم، درس بده میدم، درس نده نمیدم، فلان حرفو بزن میزنم، فلان حرفو نزن. من مسئولیتم حفظ و صیانت از نظامه. روشنفکر ایرانی اگه این باشه، یا روشنفکر ایرانی اون باشه که بگه مردم حق ندارن بیان اعتراض بکنن، سپاه پاسداران روح آریایی است، کاوه آهنگره، نمیدونم فلان کسه بهمان کسه، مردم نمیان. اگر مردم واقعا حس بکنن که یکی خمینی وقتی حرفی رو میزد نوار میشد، نوار قاچاقی نوار میشد، ملت پول میذاشتن اینو تکثیر میکردن به همدیگه میدادن که تکثیر بشه بره. شما حرف داشته باشید، روشنفکر اینا حرف داشته باشید، کانالشو پیدا میکنه ملت. شما نگران کانال نباشید، حرفتون اگه دارید بزنید. کاوه اهوازی گفته که نه اون یکی دوستم گفته که ملت شمپکران شده و اگر بتواند این صد رو بشکنن از میان برداشته میشه. این که جواب دادیم. عبدالله سواری خبر ندارد در اهواز و در خیابان‌های نادری و 30 متری و 24 متری چطور فریاد میزدند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. این شعار برای امثال شما کابوس مبارزه است، کابوس میاره. این شعار هم بوده، نه اینکه نبوده. یه چند نفری هم اومدن تحت تاثیر این بلبشوی روشنفکری در ایران، تحت تاثیر این، ببینید انسان ها بعضن به آرزوهاشون در گذشته میپیوندن، به خاطره هاشون در گذشته میپیوندن. اگر شما مثلا یک زمانی تو زندگی که نقطه شاد داشتی، همیشه وقتی میخوای تجسم بکنی شادی رو برمیگردی به اونجا. بخشی از ایرانی ها که سیاسی نبودن، فقط مشکل شکم دارن، بخشیشون، نه همشون، خیلی اندک. یعنی از مجموعه اگه فکر کنیم در این مجموعه این اعتراض ها
2 میلیون آدم اومده اعتراض کرده، حدود مثلا شاید 20,000 نفرش گفتن در مورد شاه و جانم فدای ایران حرف زدن. در آذربایجان هم یه چند نفر اومدن حرف زدن. این دلیل نمیشه. در مقابلش چقدر هم برای ایران، مرگ بر ایران گفتن، پرچم ایران رو آتیش زدن، هر جایی که علامت ایرانیت بود آوردن پایین. در خود لرستان علامت ایرانیت اداره ها رو چیز کردن. این دلیل نمیشه 2 نفر یه شعاری رو بدن. این فقط میرسونه که تشتت هست در میان ملت، فقط اینو میرسونه. یکی دیگه گفته هر حرکت روشنفکر که باعث ایجاد اتحاد و گردهمایی همفکران میشود در نطفه خفه میشود. والا این خفه نمیشه. روشنفکری که با هم تضاد دارن و حداقل منافع رو نمیتونن بهش برسن. من در یه چیزی گفتم، ببینید حقوق بشر حداقل حقوق انسانی هست که 100 و چند کشور تونستن بر سرش توافق بکنن. حالا ایرانی ها از هر سیاست، هر فکر، هر ایدئولوژی، هر چیزی که هستن میتونن بر سر حداقل ها به توافق برسن. کسی جلوی اینها رو نمیگیره. آمریکا نمیذاره، اروپا نمیذاره، کانادا کجا نمیذارن که شما به سر تفاهم برسید. هر جایی چند نفر جمع میشن با هم مثلا یک گروهی تشکیل میدن، چرا جلوی اونها رو میذاره ولی نمیذاره اتحاد بشه؟ نه، این نیست. این که ایرانی جماعت نمیتونن، یعنی مذاکره رو بلد نیستن، سیاست رو بلد نیستن، نمیدونن که باید یه چیزی داد، یه چیزی گرفت. اگه تو میخوای اتحاد ایجاد بکنی باید یه چیزایی رو بدی، باید یه چیزایی رو فدا بکنی. تو اگه میخوای ایرانت رو نگه داری باید خیلی چیزا رو فدا بکنی، خیلی چیزها. یکی اینکه باید بپذیری ایران چند ملیتیه، یکی اینکه باید بپذیری اگه به یکی به قوم توهین میکنی باید بپذیری که این ملت حق و حقوقی داره که باید داشته باشه. باید بپذیری که این ملت اگر میخوام باشه باید بهش بگم آقا من تو بهت اعتماد دارم، تو همه حقوقتو داری، هر وقتم خواستی از من جدا بشی حقت باته، برو رفراندوم بکن داخل خودت، اگه اکثریت ملتت گفت من جدا میشم جدا بشو. احترام میذاری به خواسته ملت، ملت هم میگه اوکی ما به حداقل ها داریم میرسیم، میتونیم با هم همکاری بکنیم برای اینکه اهدافمون مشخص شد. این آقا پذیرفت، این خانم پذیرفت، این جمعیت پذیرفت که ما اگه با هم به یه نقطه برسیم از اونجا میتونیم هر کسی برای خودش تصمیم بگیره و در نهایت میتونیم مثلا بگیم آقا چون ما نمیخوایم در منطقه جنگ و خونریزی بشه، یه مقدار این رژیم ایران در یک قرن اخیر مرزهای ملت‌ها رو در هم مغشوش کرده، خب ما یک کنفدرال تشکیل میدیم. چه اشکالی داره که ایران فردا متشکل از 10 تا کشور مستقل باشه، اسمشو بذاریم کشورهای مشترک المنافع. حالا یه اسمی هم اونجا آخرش میذاریم مشترک منافع، مثلا 1397 مثلا، مثال میزنم این رو، چون خود اسم ایران ایجاد مشکل میکنه، باید این اسم بالاخره برداشته بشه. حالا این هم یک چیز. در ایران اصولا روشنفکر جز ترجمه نظرات غرب و شرق و مطابقت آنها با ایران نبوده است، نیست، در صورتی که همین وضعیت باعث گرفتاری‌های بسیاری در جامعه شده، از جمله مسئله فاشیسم قومی با نام حقوق ملت‌ها در ایران است، در صورتی که ایران یک ملت دارد که یگانگی‌های تاریخ و فرهنگی و هویتی با هم دارد. من به نظرم بخشی از این درسته، بخشی از این گفتار غلطه. ببینید من اخیراً برای یکی از برنامه‌های در تلویزیون مهمان دعوت می‌کردم. با یکی از مهمان‌ها صحبت می‌کردم، گفت آقا شما کتاب فلان رو بخونید. یک کتابی هست به نام هنر جنگ، The Art of War. این رو یه چینی حدود 4500 سال پیش در چین نوشته. روش و استراتژی ها و تاکتیک های جنگیدن و پیروز شدن رو نوشته. خیلی عالیه، خیلی عالی. گفتش که آقا این فارسی هم ترجمه شده، شما اینو میتونید دوباره بخونید. من اومدم پیدا کردم PDF شو، کتاب
من نوشتم 204 صفحه است به فارسی. انگلیسیشو من چون قبلا یه بار خونده بودم رفتم ببینم، یادم بود که خیلی کمه، فکر می‌کردم 80 صفحه است. رفتم حدود 46 صفحه است. از جلدش تا از رو جلد تا پشت جلد 46 صفحه است انگلیسیش. 204 صفحه فارسیشه، فقط ورقش، جلدش نه، جلدش هم 8 صفحه است. یعنی اینجا 168 صفحه رو کی برای این کتاب اضافه کرده؟ روشنفکر ایرانی. روشنفکر ایرانی اومده به نام ترجمه، اسمش هم حالا من میتونم براتون حتی اسم مترجم رو هم بگم، یه دکتر چیزی هست. 160 و چند صفحه به کتاب اضافه کرده به اسم نویسنده کتاب. مترجم ایرانی خیانتکاره، روشنفکر ایرانی خیانتکاره، برای اینکه میخواد افکار خودش رو به اسم یکی دیگه بذاره. آقا عزیز نصیر اومد ایران سال 70 چند بود، 1373 4 بود، اومد ایران گفتش که من تو ترکیه 19 جلد کتاب کردم، تو ایران 21 یا 23 جلد کتاب چاپ شده. این 3-4 جلدی که به نام من چاپ شده رو من نمیدونم کی نوشته برای من. ایرانه. ایران روشنفکرش دزده، گالتاقه، دروغگوه. وقتی هم میخواد دروغ بگه، دروغش میذاره دهن کروش و داریوش و نویسندگان خارجی و فکر میکنه که چون نویسنده خارجی بگه بس مورد قبوله. این خیلی آدم خوبیه که داره نشون میده که یه نویسنده خارجی یه چین حرفی زده. بخشی از گرفتاری ما جامعه مسئله فاشیسم قومی هست و حقوق ملت ها. این حقیقتیه، یه سیستم فاشیستی در ایران حاکم هست و این داره حقوق ملت ها رو از بین میبره. مادامی که این سیستم فاشیستی که نجات پرست هم هست از غذای بد روزگار، در این حال نوعی دینی هم هست، نوعی ایدئولوژیک هم هست، اینها متاسفانه ترمز اتحاد در ایران و اینکه حقوق بشر و دموکراسی رو حداقل بهش توافق برسیم هست. چند تا اصل هستش میشه توافق کرد. دموکراسی هست، حقوق بشر هست، حقوق ملت ها هست، ایران فدرال یا کنفدرال هست. اینها چیزایی که میشه حداقل سرش تفاهم کرد. آقای آزادی نوشتن که واقعا ناسیونالیسم فاشیست همین افکار است، ایشون در از مغز پوسیده است بیرون میریزد. نمیدونم ایشون با من هستن یا با هر کسی، به هر حال من نظرات خودم رو گفتم. حالا اگه فاشیستم دارم هم خودم رو نقد میکنم هم شما رو نقد میکنم. به نظرم فاشیستی این نیست. فاشیست وقتی که به دیگران حق و حقوق ندید. ما مخالف حقوق فارس ها نیستیم، ما مخالف تضییق و از بین بردن و نادیده گرفتن حقوق ملل هستیم. ما مخالف اون افکار، اون افرادی از فارس‌ها و اون افکاری از فارس‌ها هستیم که حقوق انسان‌ها رو نقض میکنه و میپذیره که باید نقض بکنه. خیلی هم احمقانه میاد فریاد میزنه که نباید دموکراسی باشه، نباید حقوق بشر باشه، نباید فدرالیسم باشه، نباید از ملیت ها کسی ایرانه کسی دو مله حرف بزنید. این اوج حماقت روشنفکر ایرانی، این اوج فاشیسمه. جناب انصفالی هدایت دیشب ادعا می‌کردی که حقوق ملیت ها در ایران ربطی به تزیه طلبی نداره، ولی همین عبدالله سواری در کامنتش ثابت کرد که شما اشتباه میکنید و نوشته اهواز خوزستان انشاءالله مستقل خواهد شد ولی زهی خیال باطل. ببینید دوست من، تا حتی دوره رضا پالانی هم، رضا شاه به قول شما، حتی در دوره اون هم چیزی، ایالتی به نام ایالت خوزستان در ایران وجود نداشته. تمامی نقشه های اون دوره، تمامی نوشته های اون دوره همشون به نام عربستان دیده میشه. فرق این عربستان با اون عربستانی که کشور مستقل در این هستش، اون عربستان سعودی هست، این عربستان خالصه. فرقش در اینه. حالا شما یا میپذیرید یا نمیپذیرید. حالا بسیاری
اسامی آذربایجان، مناطق جغرافیایی آذربایجان مثل اورمو در دوره رضا شاه کردن رضائیه. اسمش رضائیه نبود به خاطر اینکه برای شاهی که فرار کرده بود، رفته بود، زیورالات این مملکت رو برده بود، جوانهاشو کشته بود، قانون اساسی رو به هم ریخته بود، انسان آزادی هایی رو که ملت براش زحمت کشیده بودن، قانون اساسی نوشته بودن، حکومت رو تابع قانون کرده بودند، اینها رو به هدر داد و در دادگاه پسرش که شاه شده بود بعدن محکوم شد. این را آوردن اسمشو گذاشتن رو اورمو و گفتن رضائیه هست. بسیاری از شهر مثل خیاب شده مشکین شهر، بسیاری از شهرهای ما، محله های ما اسمشون عوض شده. این اتفاق در عربستان بسیار شدیدتر و سنگین‌تره. یعنی فلاحیه شده شادقان، شعیر شده نمیدونم هر اونجا، یعنی که تلاش کردن هیچ اسمی عربی نمونه، برای اینکه میخوان اونجا رو فارسیزه بکنن، بگن آقا اینا فارس بودن که عرب شدن، برای همین میگه عرب زبان. میخواد بگه آقا اینا عرب نیستن. و اون عربی که الان 1.5 ماه داره اونجا دعوا میکنه، دوست من برای ایرانیت بود باید مثل شما کنار رفته بود. این برای ایرانیت نیست، برای جانش فدای ایران نیست، این جانش برای فدا داره میده برای عربستان در همونجا. حالا شما چه بپذیری چه نپذیری. حالا اون دوستمون هم خوزستان میگه برای اینکه در کتابای درسی همه شما به این عادت کرد. ببینید وقتی ما اونقدر تلقین بهمون میشه که واقعا تحت تاثیر تلقینا قرار میگیریم و میدونید تلقین بخش مهمی از ذهن ماست که نمیشه به این سادگی تغییرش داد. بسیار ممنون و متشکرم. 58 دقیقه و 51 ثانیه با شما بودم. سپاسگزارم. شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم به امید دیدار در روزهای آینده.